خب سلام بچه‌ها، امروز اومدیم به دریاچه زیبای کوپیو. بعد این همه وقت سرما و سوزش و برف بالاخره اینجا هوا خوب شده، بریم ببینیم یه نمایی از این دریاچه زیبا رو. این هم یه نمای کلی از دریاچه زیبای کوپیو. البته هنوز دریاچه یخ زده است ولی خب یه وایب خیلی عالی داره. این رو ببینید، میشه گفت یکی از بزرگترین مراکز تفریح کوپیو میشه اینجا رو به حساب آورد، چون واقعا یه ویوی خیلی عالی، یه منظره بسیار جذاب با این کشتی ها و قایق هایی که مسافر جابجا میکنن. اینا از کافی شاپاشه.